گردگیتون زهری بدنتون باشه اونال میبریم را بخور نقبیدی شاخی این مردک پاپ گریخته است. اینا پسی پاپ برای چی میدوند؟ پاپ چی گپ باشد؟ بدوه مردک زو بکابش کنم بکابش یا الله چرا تو میگریزی شرافیدین برادرم؟ بین برای تو شده یک استای خطنگر آوردم دستش بسیار سبک است تو نترس درد نمیکند ایست آخیر برادر با کجا میروی ها؟ مگیتی چی گپ است اینجا؟ شما از جناب پاپ چی میخواهید؟ کمیسر ما شرافیدین را خط نکردنی هستیم شرافیدین گفتی؟ شرافیدین کی است؟ سردارم شرافیدین با فکر مامو پاپ است. گوش کن مگر نام پاپ شرافیدین میشود؟ ممکن یگان رگش تاجیک باشه. خاموش باش لوین شما از پاپ چی میخواهید؟ گفتم که کمیسر او را ما سنتی میکنیم سنتی کنعان تو دیوانه هستی ها؟ یگان پاپ را خط نمیکنن مگر؟ آخر پاپ مسلمان شد مسلمان شد؟ بله کمیسرم تنها خط نش نمیرسد اگر اجازه دهی آن را بجا آریم همش پره میشود استای خط نگر به جناب پاپ را گرفته میرویم یک لحظه مادامی که مسلمان شد چرا لباس پاپ را میپوشد؟ اکه اونالی نه مسلمان شده و عادت کردگی نیست ولی اگر خط نش کنیم ممکن با مسلمان شد و عادت کنه پس خاموش باشید آخر اون نمیخواد که خط نکرده شود مگر به خط نه مسلمان میشود کمیسر چه خیلی مسلمان آخر او پاپ است کمیسر هجری وسیله شد کلمه شهادت آورد همه ما شاهد هستیم همین خیلی نه رفیقان شاهدم من بله مسلمان شد شاهد ما سردارم اگر این مسلمان شده باشه دیگه اگان ریلاج نداره اگان راه نداره بریدن در کو برینش در خونه دا برین چکنین مسئله شبینیم خط نشکنین چه خط نکنی حالا ایستید وای از پاپ میپرسم جناب پاپ تو در حقیقت مسلمان شدی برادرم؟ اگر گویم کی شدم کنعان مرا خط نمیکند از همه بد شوکت بودنم رو میفهمد انیق مرا میکشد اگر گویم که مسلمان نشدم قیامت میشود یا خدایا تو مرا ببخش دیده داخل نشده هم میگوید جناب پاپ تو چی خیل آدم منافق بوده یا؟ از پشت تو شده من جستجوی شوکت را رها کردم یعنی تو مسلمان شوی و از ثوابش یک قسمش نصیب ما شود گفتم مادامی که نمیخواستی چرا نگفتی که اینقدر سرگردان کردی ما را از اینجا رب گم شو تمام جناب پاپ میتوانی روی دای باخمم здоровья большое спасибо استای خط نگر تو هم رو دیگر جناب پاپ تو را در آسمان ها می جستم که در زمین یافتم ارو امک جون در شلپت صدق من مسلمانم تبی پکزل بروده مانید این گپ ها را جناب پاپ خودش چی گپ است من باید تعجیلاً گناه هایم را تازه کنم اگر دانی که دیروز چی کارها کردن چی کارها این مرک یک آدمی کلان پا دلوی گور رسیده سوزرم گناه میکنی برای در یکان شرشر خط تباش و گناهت پاک میشه بیاید رفته گناه هایم را تازه کنیم بخشی شوکا من به چند لحظه شما فهموندم من مسلمان چوه من اصلا نمیتید روم جناب پاپ گپ رو دراز نمی کنم کوتاه نخ می کنم بیاید رویم بیاید رفته گناه های من رو تازه کنیم اما کی شما حوضی برین از 4 روز دیگه گناه کنین میلش بعد بیا میریم یکون جو میشیم همه گناه تا پاک میکنیم رفتیم بیا به کلیسا رفته گناه های من رو تازه کنیم بیاید به کلیسا رویم التماس میکنم بیاید رفتیم همون نچه دست بگی ای برات قدم قربون برای قطعی همون یک کلیپ کن گناهات همش میریزه آخر این وظیفه ای تو نیست برادر نیست تو چی کار میکنی با اهل دین چرا دست میبرداری کشاله میدهی از کلان سوال همین خیل پن گرفته ای بس هیچ کس دست نبرداشته است من به این جناب پاپ میگویم که گناه های من رو تازه کنیم اما گناه های من رو تازه نمیکند این وظیفه اون نیست مگر جناب پاپ درست گفته است گفتی بیا گناهی مرا تازه کن آنها خود به خود تازه نمیشوند موسفید اگر تو گناه کرده باشی رو به درگاه خدا کرده دست گشاده دعا میکنی توبه میکنی انا آن وقت خداوند تو را شاید ببخشد گناهان چنین پاک نمیشوند
تو دیوانه هستی چی؟ توبه نمی کنم. من گناه تازه کردن میخواهم. آخر گناه تازه کردن نمیشود. رفتیم تو باید توبه کنی برادرم. رفتیم توبه کنی. آخر نگذاشتید که یک گناهم رو تازه کنم. نگذاشتید پاک شدم. لا حول ولا. یا خدایا گناه های این بدبخت ببخش. جناب پاپ، جناب پاپ، خدا تو را به نزد من فرستاده است. استغفر الله استغفر الله. جناب پاپ، من یک خزینه داشتم. یک دوستی ابله خزینه مرا دزدید. خزینه ترا دزدی؟ بله، خزینه را دزدید. شما خوب فهمیدید. حاضر من را عاجلا یک خزینه یافتن لازم. شما از اهل قدیمه استانبول که هستید، یعنی خزینه ها در کجا هستند خوب میدانید. میگویم و من گویید که خزینه بیزنس در کجا هست. رفت آن را یابم. من باید زود یک خزینه یابم. پسرم تو بیمار هستی. تو کلت کار میکند. در این زمان خزینه بیزنس در کجاست؟ جناب پاپ، اگر آن خزینه را یابم حتما حق تو را بدهم. توبه. پسرم من تو را نادرست فهمیدم. نسبتی تو خطا فکر کردم. مرا ببخش. تو بسیار آدمی پاک دل بوده ای. من به تو یک سراغه خزینه بیزنس را میدهم. آماده هستی؟ آمادم جناب پاپ، آمادم. ناحیه شوراباد دیده ای؟ دیدم. دیدم. خانه قدم قربان دیدگی هستی؟ آن جای را هم دیدم. باور که خزینه را تو میوی. انشاءالله. آمین آمین. در پشت خانه قدم قربان یک قبرستان موجود است. در را میره درون همون میدروی. قبری رقم 120. انا نمیدونم قشلاقای همون زنجیریه قشلاقای شوراباده. انا مجده هسته خزینه. فهمیدم جناب پاپ. حاضر قبرستان قشلاق زنجیری رقم قبر. فراموش کردی؟ ای بچه قبری رقم 120 بکن. خزینه در زیر اموای. از هیجان جناب پاپ. در کلت خوش رو جا کن. فهمیدی؟ یک قبری نیم کنده رقمی 120. فهما قبر رقم 120. قبر نیم کنده. خداوند تو را هدایت کند انشاءالله. همیشه برای هدایت یافتنت دعا میکنم. آمین آمین. خداوند تو را هدایت کند انشاءالله. سپاسی بنویسین. ای شوکت بلو بزنه پاپ شده کو. خدای توبه من مسلمانم. توبه استغفر